شیما جان سلام، خوبی؟ وقتت بخیر بشه. خوب هستی؟ مرسی قربونت. خیلی اول ممنونم بابت اینکه دعوت ما رو قبول کردی با هم یه گفتگوی کوتاه داشته باشیم در مورد تولد ابرادین. باعث افتخارم بود واقعا. مرسی. من اولین باری که میبینمت و آدم بسیار پر انرژی و درجه یکی هستی. خب همونطور که بهت گفتم ما داریم یک ویدیو آماده می‌کنیم واسه بچه‌هایی که واسه تولد ابرادین با کاربرا و کسایی که تجربه کاربری داشتن با ابرادین. چند تا سوال آماده کردیم، می‌خواستم ازت بپرسم و جواباتون رو دریافت کنم. آماده ای؟ اوکی. استرس داری یا نه؟ اوکی. یه ذره. اوکی. خب اولین سوالی که قبل از اینکه با ابرادین آشنا بشی چقدر استرس داشتی درباره مهاجرت؟ راستش من چون یه بار قضیه مهاجرت رو تجربه داشتم. خب برای اینکه من یه تقریبا 5 سال این توی کره جنوبی درس خوندم و الان تازه فارغ التحصیل شدم این ترم. بعد تجربهش رو داشتم و اینکه خب من برای اینکه بیام اینجا با یه شرکت هماهنگ کرده بودم، یعنی از طریق شرکت اومد اینجا و خب اون شرکت یه سری اتفاقات بعد از اومدن افتاد و حالا قبل از اومدن افتاد و اینا. بر همین خیلی استرس داشتم که مثلا از طریق شرکت برم جلو، خودم برم جلو، یعنی کسی رو پیدا کنم مثلا چون من خواهرم آمریکا زندگی میکنه، یعنی حتی چیز بود که مثلا من از خواهرم بخوام که خواهرم مراحل رو برام انجام بده. بعد به خاطر همین اصلا خیلی همه چی برام قرباتی شده بود. نمیدونستم از کجا باید شروع بکنم، چون خب مرحله اومدن اینجا خیلی شرایطش با رفتن آمریکا فرق داره. یه در جریان هستم. به خاطر همین خیلی استرس داشتم، یعنی خیلی گنگ بود شرایط برام تا اینکه بالاخره شما هرچی حل شد. یهو ابرادین از راه رسید. حالا خیلی خب بریم جلو. یهو خدا ابرادین رو همینجوری مثل یک شالیه که سوار بر اسب سفید و برای من همینا حتی همین الانش دقیقا همین بود. خب سوال بعد این که چی شد به فکر مهاجرت به آمریکا افتادی؟ چی توی ذهنت بود؟ راستشو من میگم چون خواهر من سال‌هاست، تقریبا از 9 ساله که آمریکا زندگی میکنه دیگه. اونجا فوق لیسانسش رو تموم کرد و الان تو شرکت داره کار میکنه. بعد قبل از اینکه اصلا من بیام اینجا پدر و مادرم خب همیشه میگفتن که برو اونجا پیش شیدا به خاطر که دوتاتون با هم زندگی کنین و اینا. من چون خیلی اینجا رو دوست داشتم دیگه گفتم نه من میخوام برو از این حرفا. بعد دیگه اومدم تو با تجرباتی که اینجا پیدا کردم. خب من چون رشته تربیت بدنیه و خیلی علاقه بسیار زیادی به ورزش سالمندان دارم و حالا ریهابیلیتیشن و بازتوانی حرکتی و اینا، و آمریکا یکی از بهتریناست تو رشته من که بتونم از نظر علمی خودم رو بیشتر تقویت کنم و حالا به اون چیزی که دوست دارم برسم دیگه. راستش قبل از اینکه تصمیم به مهاجرت بگیرم خیلی دوست داشتم اینجا درگیر بشم، حالا یا فوق لیسانسمو اینجا بخونم بعد برم سر کار، یا اینکه تموم شد، یعنی این لیسانسم تموم شد چون من یه فوق لیسانس ایران خوندم گرفتم تربیت بدنی، اومدم اینجا دوباره لیسانس گرفتم چون می‌خواستم یه سری متدای جدید و علم جدید و اینا رو دوباره یاد بگیرم. از لیسانس شروع کردم. بعد به خاطر همین آخر سر به این نتیجه رسیدم که واقعا هیچ جا از نظر علمی و از نظر رشته تخصصی من واقعا یکی از بهترین کیسایی که میتونستم انتخابش بکنم برای ادامه تحصیلم، حالا چه تو دکترا چه توی ارشد مجدد، واقعا آمریکا بود. و چون خواهرم هم اونجا زندگی میکرد دیگه گفتم که این دفعه دیگه جدی باید پیش هم باشیم دیگه. تصمیم گرفتم که برم آمریکا. البته تا قبل از اینکه با ابرادین آشنا بشم خیلی مطمئن نبودم راستش، برم بودم که بعد دیگه واقعا نمیدونم چجوری، یعنی من همینجوری داشتم اینستا رو نگاه میکردم یه دفعه یکی از پستای ابرادین رو دیدم، بعد خدایا برم پیغام بدم ندم. خیلی تجربه بعد قبلی رو هم داشتم، واقعا اعتماد کردم الان خیلی سخته برای من هم، چون تجربه بعدی داشتم سخت‌تر بود. بعد با خودم بالا پایین که فکر کنم مثلا من تقریبا 2-3 هفته با خودم درگیر بودم که پیغام بدم یا ندم، چون یه مقداری از مرحله گشتن دانشگاه و اینا رو خواهرم انجام داده بود
ولی خب میدونستم که اون نمیتونه تمام مراحل انجام بده، از نوشتن رزومه و انگیزه نامه و توصیه نامه، اینا کار ساده‌ای نبود برای اون. و اینکه آمریکا چون یه قدم خیلی بزرگه، بعد قشنگ با افرادی باشی که یعنی واقعا این کارن، یعنی توش واقعا توانایی داشته باشن و تجربه خیلی خوبی داشته باشن. واقعا بیگدار نمیشه با آفسر، چون یه بار که نتیجه خوبی نگیری برای من دیگه تمام شدنی بود. به خاطر همین خدای با مامان صحبت کردم، مامان پیغام بدم ندم. ته دلم خیلی احساس خوبی داشتم که بعد دیگه آخرش این که پیغام بدم از اون احساسم واقعا خوشحالم، پشیمون نشدم. خب خوبه، خدا رو شکر، خدا رو شکر. اولین حسی که بعد از گرفتن پذیرش بدون زبان گرفتی چی بود؟ داشت راستش من هرزم باورت نشه، چون ما عملا بعد از اینکه من با نیلوفر جان صحبت کردم، چون من این ترم بسیار شرایط سختی داشتم از امتحانات فارغ التحصیلی شدید پشت سر هم به زبان کره و یا عالمه ساعت‌های مداوم کارورزی و کلاس هم داشتم، یعنی عملا همه چی رو داشتم با هم هندل می‌کردم و زبان هم داشتم می‌خوندم، در حالی که من زبانم رو واقعا 7 سال از وقتی که اومدم اینجا که کلا دیگه اینجا چون همش من به زبان کره صحبت کردم، عملا داشتم دوباره شروع می‌کردم و بس خیلی یادم رفته بود، خیلی برام سخت. بعد واقعا تلاشم کردم ولی خب اون نتیجه که دوست داشتم چیز نشد، اتفاق نیفتاد برام. بعد دیگه با نیلوفر صحبت کردم، نیلوفر برگشت گفتم که نیلوفر جان من چیکار کنم دیگه، الان واقعا شرایط نیست، ما داریم ددلاین ها رو از دست میدیم و همون موقع ما 2 تا دانشگاه رو اقدام کرده بودیم دیگه، یکی میشیگان بود، وست میشیگان بود، یکی هم اورگان بود. بعد دیگه بیخیال شدیم دیگه، یعنی من که گفتم که خب دیگه تموم شد، خب دیگه این سری تموم شد، ما اقداممون کردیم ولی خب دیگه نتیجه بعید میدونم اتفاق بیفته. بعد دیگه با پدر مادرم صحبت کردم، اونا گفتن که اشکال نداره بیا ایران، مثلا یه سال ایران باش، من دیگه تموم شد دیگه اینجا دیگه ویزا نداشتم، بیا ایران پیش ما باش، حالا مثلا زبانتو با آرامش بیشتری بخون، مثلا کارتای مربیگری و اینا که دوست داری رو انجام بده، دیگه تایم داری که دوباره بخوای اقدام بکنی دیگه. عملاً دیگه گفتم تموم شده دیگه. بعد یه دفعه نیلوفر پیغام داد سیما مبارک من تو چند ثانیه همچون چی شد واقعا نمیدونم چی شد فقط هنوزم باورم نمیشه که واقعا بدون پذیرش بدون زبان. خب خیلی مبارکت باشه. چرا ابرادین رو انتخاب کردی؟ بزرگترین مزیتش و اون تفاوتی که به نظر ابرادین داشت چی بود؟ والا من یه جورایی بیشتر به اون حس اولم نسبت به دیدن پست خیلی اعتماد کردم چه بخواید. بعد فکر کنم اولین پستی هم که دیدم پست مهسا جان بود که داشت صحبت میکرد، از دقیقی یادم نیست چی بود اون. من به اون میگم اون احساسم خیلی اعتماد دارم، اون احساس اولی، چون اگه واقعا دوستش نداشته باشم همون لحظه رد میکنم. خب چون خیلی شرکت‌های دیگه هم بودن، خیلی افراد دیگه هم بودن، نمیدونم حالا چرا اون احساسو گرفتم. بعد به غیر از اون هم توی یکی از پستایی که بعدش رفتم توی اینستا شروع کردم کل بقیه پست‌ها رو هم چک کردم. یکی از چیزایی که خیلی برام جالب بود، چون من تجربه قبلی داشتم، ما سری قبل پول کامل پرداخت کردیم اول کار. و خب یه سری اتفاقا بعدش افتاد، ولی خب یکی از مزیت‌های ابرادینی بود که تیکه توی مراحل مختلف، مثلا این شرایط با پیشرفت چیزا، مثلا توصیه نامه که می‌نوشتیم بعد قسطش پرداخت می‌شد، مثلا رزومه که آماده می‌شد قسطش پرداخت می‌شد، اساتید که ایمیلاشون آماده می‌شد قسطش، یعنی همه اینا تیکه بود و خب این یه حس اعتماد رو به من داد که خب الان شرایط اینجوریه، من با این شرایط خب هم میتونم شرایط ایران شرایط خیلی مناسبی نیستش دیگه، هم میتونم خب اون شرایط رو هندل بکنم و همین که خب یه حس اعتماد داشتم به این که خب قرار نیست من پول یه دفعه بدم، میدونی این موضوع هم خیلی مهم بود. و بعد اولین مشاوره که من با مهسا داشتم تموم شد همونجا، تو مهسا اومد بالا شروع کردیم 2-5 ثانیه با هم صحبت کردیم، تموم شد مهسا من اوکی. خیلی عالی. سوال بعدی این که مشاوره که باش کار کردی چقدر کمکت کرد؟ چی برات جالب بود توی تجربه‌ای که داشتی؟ نیلوفر جان خب
این تجربه و این تست برای من خیلی، چون ما رشته هامون کاملا با هم متفاوته و پیدا کردن، یعنی گشتن و پیدا کردن رشته من یه رشته خاصه، میدونید شاید همه خیلی توش چیز نداشته باشن ولی با این حال تجربه نداشته باشن، ولی با این حال از لحظه اولی که خب من با نیلوفر صحبت کردم، اولی مشاوره و اینکه قبول کردیم که مثلا حالا با هم کار بکنیم، یعنی اون کنار هم باشیم، من تمام مراحل واقعا لحظه به لحظه نیلوفر بلافاصله من هر سوالی داشتم، خب خودت در جریان هستی چقدر مراحل استرس آوریه، حالا در کناری که خودت داری برای زبان آماده میشی ولی آیندت عملا دست یه نفره، یه شرکت، یه کسی که خب خیلی نقش مهمی میتونه داشته باشه. تو لحظه همیشه به بچه‌ها میگم تو لحظه هایی که پر از استرس بود، نیلوفر، مهسا جون، فاطمه جون همه در کنار من بودن و این یکی از مزیت‌های خیلی مهم توی ابرادینه به نظر من. و تمام، یعنی مثلا هر مرحله توصیه‌نامه، رزومه آماده میشد، چی ما این نکته هستش، اینو اوکی هستی، اینو اضافه کنم، اینو کم کنم، نظرت چیه، میتونی مثلا میخوای چیزی بر اساس مثلا تجربه خودت بهش اضافه بشه، میدونی، یعنی این نبود که فقط یه خط مسیر رو بگیره بره جلو، حالا تو دیگه من اینو آماده کردم بقیه‌اش با خودت، میدونی، تو همه مراحل نظر من رو میپرسید و این خیلی برای من مهم بود. بعد من که هر وقت من کوچکترین سوالی داشتم، نگرانی داشتم، نیلوفر اینو چیکار کنم، نیلوفر اینجا چیکار کنم، مثلا حتی تو زبان خوندم، با اینکه من تافل خوندم اون آیلتس خونده بود، یعنی خیلی کلا با هم فرق داشتیم، ولی بلافاصله مثلا میگشت میگه خب آره مثلا این کتاب بهتره، این کتاب بهتره، این کارو بکن، این کارو بکن، میدونی، تو تک تک مراحل واقعا کنار من بوده نیلوفر و من واقعا ممنونش. دیگه الان مشاور نیست، میدونی، نقش دوست داره و واقعا دوست دارم زودتر ببینم. هنوز باش در ارتباطی و صحبت اینا میکنی؟ بله. خیلی عالی. خب یه سالی اگه قرار باشه که یک نفر رو قانع کنی که از ابرادین استفاده کنه، چی بهش میگی؟ از همه مهمتر یک اعتماد به نظر من و دو تجربه و پروفشنال بودن شرکت ابرادینه. و من الان با چند تا دوستان معرفی کردم تا همین الانش و دیگه حالا اونا دارن شرایطو بالا پایین میکنن که بر اساس شرایط خودشون کی اقدام بکنن. ولی اولین چیزی که من بهشون گفتم این که واقعا پشیمون نمیشی، یعنی مطمئنم چون خودم تک تک لحظه هاشو تجربه کردم، الان چون تجربه کردم قشنگ میتونم به آدمو بگم، به دوستان که میخوان اقدام بکنم بگم که خب من تک تک مراحل رو تجربه کردم، تک تک مراحل بچه‌ها کنارت هستن، چه بچه‌های پشتیبانی بلافاصله جواب بدن، چه مشاورت که خب متفاوت ساعت بسیار زیادی داریم، یعنی بلافاصله که بیدار میشه پیغام من جواب میده، حالا هر چیزی که هستش. خب بسیار مؤدبن، بسیار دوست داشتنی ان تو هر مشاوره، یعنی قشنگ من با از نیلوفر انرژی میگیرم، من از مهسا انرژی میگیرم، میدونی ناخودآگاه اینا خیلی چیز مهمیه. یک اعتماد، واقعا اعتماد کردن تو این زمانه خیلی سخته، خود در جریان هستی. اعتماد 1000 واقعا میتونم قسم بخورم و واقعا این که همه بچه‌ها به صورت بسیار شبانه روزی دارن کار میکنن، خب کاملا مشخصه دیگه، وقتی که جوابگوییشون به تایم تمام کارا به زمان خودش داره درست انجام میشه، کاملا مشخصه که بچه‌ها همه دارن پشت سر هم تمام تلاششون میکنن که بهترین اون حس، چون خودشون تجربه کردن، دوست دارم اون تجربه قشنگ خودشون رو به بقیه منتقل بکنم و این خیلی قشنگه. دقیقاً. خب واقعا خوشحالم، واقعا میشنوم این جملات رو ازت، خیلی خوشحالم و قطعاً هم خیلی قوی‌تر جلو میریم و خیلی گسترده‌تر جلو میریم و خیلی بهتر میکنیم. به عنوان سوال آخر شیما، اگر ابرادین نبود فکر میکنید چقدر سخت‌تر یا پرهزینه تر میشد این مسیری که طی کردی؟ سخت‌تر بودنش که شاید یه جوری بگم که غیر ممکن بود برای من، واقعا غیر ممکن میشد، چون من خودم تنها نمیتونستم هیچ کدوم از این مراحل رو برم، خارج از اینکه خب من درگیر دانشگاه خودم بودم، واقعا پیدا کردم تمام آماده کردن تک تک این مراحل زمان بره و تایم بسیار زیاد میبره. یکی این تایمش بود که من اصلا نداشتم و خب تجربه انجام این حرکت چون من نداشتم به هیچ عنوان، به خاطر همین مطمئناً برای من بسیار سخت، حتی غیر ممکن میشد، چون بالاخره مثلا من
یه تایمی رو مثلا به خواهرم گفته بودم بگرد دنبال دانشگاه، خودم خیلی دنبال دانشگاه میگشتم. مامان چی شد و مامان دنبال دانشگاه میگشت، لینک میفرستاد. ولی میدونی فقط گشتن دانشگاه مهم نیست، تمام تک تک مرحله ها خیلی باید دقیق به زمان خودش بسیار حرفه‌ای انجام بشه تا تو نتیجه مثبتی بگیری، برای که الان خب متقاضی خیلی زیاده. به خاطر من مطمئنم واقعا من واقعا خدا رو شکر می‌کنم که اون روز من پست شما رو تو این استا دیدم، به بچه‌ام همیشه گفتم و واقعا از خدا متشکرم، چون احساس می‌کنم این قدم رو خدا برای من گذاشت که من تو اون لحظه یه دفعه این استا باز بشه و من ابرادین رو پیدا بکنم. واقعا بدون ابرادین برای من خیلی مهمه. مرسی. واقعا همین انرژی مثبت هایی که میدی، یه جمله گفتی که این انرژی مثبت ها رو که بچه‌ها میدن به تو میدی، واقعا باعث میشه که بریم جلو. و مرسی بابت این انرژی مثبتی که الان تو این من واقعیت گفتم، واقعا چیزی بود که تو وجودم بود و بچه‌ها همه در جریان هستن. تو تک تک مراحل من هر روز به بچه‌ها گفتم که واقعا ممنونشونم بابت بودنشون، بابت لحظه تایمایی که برای بچه‌ها، نه تنها من، برای بقیه بچه‌ها میذارن و این خیلی با ارزشه و امیدوارم که بهترینه برای همتون. دمت حسابی گرم، خیلی خیلی ازت ممنونم که اومدی و وقت تو در اختیار ما قرار دادی و با هم دیگه گپ و گفتگو زدیم. من خیلی خوشحالم. مرسی که من انتخاب کردم، باعث افتخاره و برای همه بچه‌ها آرزوی موفقیت می‌کنم. ان شاءالله همه بچه‌ها پذیرششون زود بیاد و همه به آرزوهای قشنگشون برسن. قطعاً. خیلی خیلی ازت ممنونم. شب خیلی خوب درجه یکی داشته باشی. مرسی، ممنونم، متشکرم. قربانت. خداحافظ.